سلام دوستای عزیزم. توی این آموزش روش دوم الگو کشی و تغییر اندازه باکس های پارچه‌ای مربعی رو با هم یاد میگیریم. پس تا انتهای آموزش همراه من باش. اگر از کانال یوتیوب منو تماشا میکنی ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنی، زنگوله کنارش هم بزنی تا اولین نفری باشی که فیلم هایی که آپلود میکنم رو دریافت کنی. توی این آموزش بهتون یاد میدم که فرمول ها را چطوری به دست بیارین با اضافه دوخت هستش و طریقه برش و دوخت پارچه و باکستون متفاوت هستش با آموزش قبلی. حتما آموزش قبلی رو هم ببینید. اینجا باکس پارچه‌ای مربعی شکل رو میخوام بهتون یاد بدم تغییر اندازه هاشو. پس تمام ضلع های باکسمون با هم دیگه برابر هستش. و این لبه برگرد هم دلخواه هست، میتونید به فرمولتون اضافه کنید یا اینکه اصلا نباشه. همطور که توی تصویر میبینید باکس مربعی داریم و تمام ضلع ها با هم مساوی هستن. اینجا من ضلع ها رو با 3 تا حروف انگلیسی بهتون نشون دادم و توی تصویر نشون دادم که اگر ضلع هامون W و H و D باشن هر سه با هم عدد مساوی هستن. پس میتونیم جایگزین تمام ضلع های مکعبمون حرف M رو قرار بدیم، یا اگر به فارسی بخوام بنویسم عدد دلخواه، یعنی هر جا شما M رو توی فرمول دیدین همون عدد دلخواه اندازه باکستون هستش. یعنی اگر میخوایم باکستون 15 سانت باشه، هر جا M رو توی فرمول دیدیم عدد 15 رو قرار میدیم یا هر عددی که دوست داریم. برای به دست آوردن طول پارچه‌ای که باید برش بزنیم فرمول به این شکل هست: M ضرب در 2 و به اضافه 2 سانتی متر جای دوخت. پس طول پارچه‌ای که باید برش بزنم عدد دلخواه هم ضرب در 2 به اضافه 2 سانت جای دوخت هستش. به این شکل من طول پارچم رو به دست آوردم. هر جا توی فرمول M رو دیدین همون عدد دلخواه باکسی هست که میخواین برش بزنین. اگر 10 12 هر چقدر که دوست دارین اندازه باکستون باشه جایگزین حرف M میشه. برای به دست آوردن عرض پارچمون میایم فرمولمون رو به این شکل می نویسیم که عدد دلخواهمون یا M به اضافه نصف عدد دلخواهمون، یعنی Mمون هر عددی بود تقسیم بر 2 میکنیم به اضافه خودش میکنیم به اضافه 2 سانتی متر هم که برای جای دوخت قرار میدیم توی فرمولمون. پس عرض پارچمون به این شکل به دست اومد. برای گوشه های پایین کارمون که مربع هایی رو باید برش بزنیم تا حجم بدیم به کفه کارمون فرمول به این شکل است: مجدد عدد دلخواهتون رو تقسیم بر 2 کنید، 1 سانتی متر ازش کم کنید تا ضلع های مربعی که در گوشه کارتون هست به دست بیادش. این فرمول دوستان با جای دوخت هست دیگه. موقع برش نیازی نیستش که به گوشه های کارتون یا دور کارتون اضافه دوخت هم براش در نظر بگیرید و برش بزنید. حالا اگر بخوایم که کارمون لبه برگرد داشته باشه، همونطور که توی فیلم میبینید من جایگزین عدد لبه برگرد N رو قرار دادم. حرف N، هر جا حرف N رو دیدین توی فرمول یعنی عدد دلخواهی هست که برای برگرد لبه کارتون در نظر میگیرید. میتونه این عدد 3 باشه، 2 باشه، 5 باشه یا هر عددی که دوست دارین لبه کارتون برگرده. این N یا این عدد دلخواه لبه برگرد به فرمول عرض کارمون اضافه میشه. پس به این شکل طول و عرض پارچمون به دست اومد. طول پارچمون M ضرب در 2 به اضافه 2 و عرض پارچمون M به اضافه M تقسیم بر 2 به اضافه 2 و به اضافه N برای لبه برگرد کار که این دلخواه هستش. برای گوشه های کار هم که مربع هایی لازم داریم که برش بزنیم تا حجم به کارمون بدیم. ضلع های این مربع به اندازه M تقسیم بر 2 منهای 1 هستش. الگو رو میتونید روی دولای بسته پارچه و یا روی 2 تا تکه پارچه اصلی 2 تا تکه آستر برش بزنید. من توی فیلم 3 تا باکس 12 15 و 20 رو در نظر گرفتم و اندازه عرض و طول پارچه ها رو دارم توی فیلم بهتون نشون میدم. همونطور که میبینید جایگزین
ام عدد دلخواهم رو قرار دادم و طول و عرض پارچه ها به دست اومده و روی دولای بسته پارچه من الگوم رو برش زدم. به این شکل توی سایزهای مختلف براتون نوشتم. آستر هم دقیقاً به همون اندازه و شکل برش بزنید. احتیاج دارین به لایی خشک یا لایی پارچه‌ای و یا اینکه به پشم شیشه کوبیده یا لایی نمدی سوزنی. دیگه انتخابش به خودتون بستگی داره. برای اندازه لایی نمدی ها فرمول به این شکل: طول ام ضرب در 2 به اضافه 2 سانت هست. اگر لایی نمدیتون ضخیم نیست 2 سانت جای دوخت رو اضافه کنید، اگر ضخیمه حذف کنید، فقط ام ضرب در 2 باشه. و عرض کارمون هم ام به اضافه ام تقسیم بر 2، یعنی 2 سانت جای دوخت لبه بالا و اون عدد n رو از فرمول حذف کردیم. به کمک مطلسه یا زامفیکس یا لایه نمدی های چسبدار میتونید استفاده کنید و پشت پارچه اصلیتون، پشم شیشه لاییتون یا هر چیزی که میخواین برای ضخامت باکستون استفاده کنید رو بچسبونید. پارچه اصلی و آستر رو روی همدیگه بذارین طوری که روی پارچه آستر به روی پارچه اصلیتون باشه و 2 تا درز کنار کارتون رو از قسمت عرض 1 سانتی متر دوخت بزنید. اگر از کانال یوتیوب این آموزش رو تماشا میکنی ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا اولین نفری باشی فیلم هایی که آپلود میکنم رو دریافت کنی. بعد از دوخت 2 تا درز کناری کارمون، کار رو به این شکل باز کنید. آستر و پارچه بدنه رو، اون 2 تا درزتون رو باز کنید و اتو بزنید. 2 تا درزی که دوخت زدیم و اتو زدیم توی قسمت آستر و بدنه اصلی باید دقیقاً روبروی همدیگه قرار بگیرن و با سوزن ثابتش کنید. روی همدیگه این 2 تا درز رو با سوزن ثابت کنید. 2 تا درز کنار کارمون رو هم به این شکل توی فیلم میبینید با سوزن من ثابت میکنم و یک طرف کامل سر تا سر 1 سانتی متر دوخت میخوره و قسمت دیگه از قسمت آسترمون به اندازه 5 سانتی متر، بستگی به اندازه باکستون داره، 5 الی 6 سانتی متر باز بذارید و ادامه کار رو دوخت بزنید. همونطور که توی فیلم میبینید. ببینید دقت داشته باشید که لبه کارتون رو به اضافه 1 سانت بکنید، از قسمت آستر پایین بیاین، یه مقدار رو دوخت نزنید. مجدد اون قسمت مربعی که قرار پایین کارتون دوخته بشه هم باید به اضافه 1 سانت بشه از پایین کار، اون قسمت رو هم دوخت میزنیم. با توجه به عدد دلخواهی که برای اندازه باکستون در نظر گرفته بودین، این مربع‌های گوشه کار رو هم به همون شکل توی فرمول عددمون رو قرار میدیم. برای مثال 12 رو من جایگزین ام کردم، شده 12 تقسیم بر 2 منهای 1 و 5 سانت شده. مربع هایی که توی باکس 12 سانتیم باید برش بزنم 5 سانت در 5 سانت هستش و دقت کنید که اون 5 سانتی که میخواین به طور مثال برای مربعتون برش بزنید بعد از جای دوختتون باشه. ببینید دوستان، شما میتونید در همون ابتدای کار الگوتون رو برش بزنید همراه این گوشه های مربعی شکل و به همون شکل روی پارچتون از ابتدا برش بزنید و پارچه رو دوختش رو به اون شکل شروع کنید. یعنی که مثل من به همین روشی که توی فیلم دارم انجام میدم، بعد از دوخت 2 تا آستر و بدنه به هم دیگه این قسمت ها رو
برش بزنید و دوختش رو انجام بدید. دقت کنید بعد از برش مربع‌ها کار رو باز کنید. درست باید درز کنار کارمون روبروی قسمت وسط کفمون قرار بگیره، کفه کارمون، و کامل کناره های کار رو مرتب کنید، با سوزن ثابت کنید و 1 سانتیمتر دوخت بزنید. 4 تا گوشه کارمون رو توی بدنه اصلی و آستر به همین شکل انجام میدیم. برای دوختن باکس از هر پارچه‌ای میتونید استفاده کنید. حتما پست آموزشی قبلیمون که آشنایی با انواع پارچه کیف دوزی هست رو ببینید. برای مقاوم سازی پارچه های باکستون و کیف، پست آموزشی آشنایی با انواع پشم شیشه، نمدها و لایی رو حتما ببینید. توی اون پست آموزشی کامل براتون در مورد انواع لایی ها، انواع پشم شیشه ها و گرم و ضخامت هاشون توضیح دادم. بعد از اینکه 4 تا گوشه کار به این شکل دوخت زدیم، دقت کنید که دوخت این قسمت ها خیلی مهم هست. باید دقیقاً موازی هم و به یک اندازه و یک خط صاف دوخته بشه، اگر نه ایستایی باکستون به هم میریزه. میتونید یه مقدار گوشه هایی که دوخت زدین رو کار رو سبک کنید، برش بزنید اضافاتش رو، و از قسمت آستر که باز گذاشته بودیم تمام کار رو به رو برگردونید و مرتب کنید. کامل کار رو گوشه هاش رو خارج کنید با دستتون و مرتبش کنید. اون قسمت از درز رو که باز گذاشته بودیم لبه ها رو به سمت داخل بدین و پس دوزی انجام بدید. دور تا دور به این شکل آستر رو و بدنه اصلی لبه کار رو مرتب میکنیم و با سوزن ثابت میکنیم. و نیم سانت به لبه کارتون دور تا دور یه دوخت تزئینی و درشت بزنید. ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا اولین نفری باشین که فیلم هایی که آپلود میکنم رو دریافت کنید. حتما نظرات خودتون رو تو بخش کامنت برام بنویسید و این آموزش رو لایک کنید. توی آموزش بعدی الگو کشی و تغییر اندازه باکس های مربعی رو براتون خواهم گذاشت. لبه برگردی که برای کارتون در نظر گرفته بودین رو تا بزنید و به این شکل دور تا دور با متر اندازه بزنید و اتو بزنید. به این شکل میتونید توی هر اندازه‌ای که دوست داشتین باکس مربعی به دلخواه خودتون دوخت بزنید. ممنون که تا انتهای آموزش همراه من بودید. اینجا من از پشم شیشه کوبیده 100 گرمی استفاده کردم. شما میتونید از پشم شیشه های کوبیده 100 گرمی یا 200 گرمی استفاده کنید و یا از لای نمدی سوزنی 100 گرمی هم میتونید توی کارتون استفاده کنید.